پس از آشوب مهاجران کاری در کارخانه کارکرد گاز ولایت امور روسیه، شرکت ترکی رنسانس هیوی اینداستریز با مهاجران وعده داد که پول پتنت و خراجات حجتگذاری آنها را جبران میکند. این شرکت با فرمایش گازپروم روسیه در این ولایت کارخانه کارکرد گاز را میسازد. قبلا این شرکت پول پتنت و خراجات حجتگذاری مهاجران را از معاششان ستانیده بود که باعث اعتراض مهاجران شد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و قبل از شروع برنامه از او در این باره پرسیدم. میرزانبی، ظاهراً پس از اعتراض مهاجران شرکت به آنها گذشت‌های کرد. معلوم است که آیا تا چه حد شرکت گذشت کرد؟ یعنی کارگران چند پول دریافت میکنند؟ بله عبدالله، رنسانس هیوی اینداستریز شرکتی که کارخانه کارگرد گاز را در امور می سازد وعده داد به مهاجران خرج پتنت و حجت‌هایشان را برای ماه می و ایون می دهد. در یک اعلان شرکت رنسانس هیوی اینداستریز که نسخه آن را کاربران رادیو آزادی روز 16 ایول فرستادند، گفته می شود بر علاوه این کارخانه کارکرد گاز برای 2 ماه به هر کارگر 20,000 روبل جبران پولی خواهد داد. شرکت همچنان وعده داده است که در روز عید قربان به کارگران 5,000 روبل روسی تحفه دهد، اما مسئولان بر عوض از مهاجران خواستند به بی‌ترتیبی ها خاتمه دهند و فوراً به کار شروع نمایند. در غیر صورت اسم آنهایی که به بی‌نظمی راه دادن به دست کارمند حقوق سپرده می شود و آمده است در اعلان این شرکت. میرزانبی، عقب نشینی شرکت در مقابل طلب مهاجران تنها نتیجه آشوب است و یا مقامات روسیه نیز به این قضیه دخل کردند؟ دقیقاً می شود گفت هر دو عامل. نرمش شرکت رنسانس هیوی اینداستریز به مهاجران در حالی است که پس از آشوب روز 13 ایول روسلان مدودیف رئیس ولایت امور به محله ساختمان آمده از دادستانی خواست سبب‌های آشوب را سنجد. دادستانی ولایت گفت در رابطه با این حادثه ها 2 پرونده جنایتی با اتهام اوباش و بی‌ترتیبی های عمومی و نسبت شرکت رنسانس هیوی اینداستریز پرونده مأموری آغاز کردند. دادستانی معلوم کرده است که مسئولان شرکت از معاش کارگران با بهانه پرداخت پول پتنت 2 ماهه 14.4 میلیون روبل را نگه داشتند. تشکر از میرزانبی برای صحبت. ضمناً اعتراض و دادخواهی مهاجران از پورا پرداخت نشدن معاششان در دیگر شهرهای روسیه نیز رخ دادند. از جمله در شهر مسکو مهاجران راهرو، کوریرها و یا غذارسانها اخیراً از کم پرداخت شدن معاش اعتراض کردند. رادیو آزادی این موضوع را پیگیری میکند من بعد هم، اما حالا رو می‌آوریم به اعتراض در شهر مسکو که نتیجهش برای شرکتداران آن مثل اعتراض ولایت امور خوشایند نبود.